سلام، اسم من آرمانه و یه جوونم که عاشق سینماست. علاقه من به سینما از اونجایی شروع شد که یه روز خیلی اتفاقی یه اپلیکیشن مربوط به دانلود فیلم و سریال رو داخل گوشیم نصب کردم و خیلی اتفاقی شروع کردم به دانلود سریال مانی هایست. شاید مانی هایست اولین سریالی نبود که میدیدم، ولی مطمئنم اولین سریالی بود که بعد از دیدنش تصمیم گرفتم که عاشق سینما باشم. از اون به بعد علاقم به سینما بیشتر و بیشتر شد تا جایی که تصمیم گرفتم یه روز تمام فیلم‌های دنیا رو ببینم. مطمئن بودم که هیچ وقت این اتفاق نمیافته، ولی تنها سریالی بود که باعث میشد روز به روز بیشتر عاشق سینما بشم و شاید بتونم یه روز یه کارگردان یا یه بازیگر یا نمیدونم یه منتقد خوب باشم. هنوز هم دقیقا نمیدونم که از سینما چی میخوام، ولی تنها چیزی که میدونم اینه که دوست دارم راجع به سینما حرف بزنم. شاید توی دنیای واقعی نهایتاً یه نفر یا دو نفر یا شاید هم 3 نفر باشن که بتونم کل روز فقط باهاشون راجع به سینما و فیلم هایی که دیدم حرف بزنم. ولی خب سوشال مدیا با آدمی مثل من که دوست داره تمام روز فقط راجع به یک چیز حرف بزنه خیلی کمک میکنه. پس اگه تو هم مثل من جزو اون دسته از افرادی که دوست دارن راجع به سینما ببینن، بشنون یا حرف بزنن، میتونی این چنل رو دنبال کنی.